اگر امروز تنها کشور مسلمانی هستیم که به زبان فارسی حرف میزنیم و جزو کشورهای عربی محسوب نمیشیم، اگر آیین‌هامون رو جشن میگیریم، اگر واژه‌ای به نام ایران هنوز زنده است، بخشی از اون رو مدیون شمشیر مردی هستیم که از دل فقر برای هویت ما جنگید. تصور کن مردی تنها از دل سیستان شمشیری را به خلیفه بغداد نشان میده و میگه من پادشاه ایرانم، شما باید به خونتون برگردین. نه شاهزاده بود، نه دانشمند و نه زاده کاخ، اما وقتی شمشیر کشید لرزه به جان خلیفه انداخت. این مرد یعقوب لیث صفاری بود. در قرن سوم هجری 2 قرن از سقوط ساسانیان می‌گذشت. اعراب بر همه چیز ایران سایه انداخته بودند: زبان، فرهنگ، مذهب، حکومت. زبان عربی زبان رسمی بود. آیین‌ها و سنت‌های ایرانی فراموش شده و تحقیر شده بودند. در این دوران تاریک کسی انتظار نداشت که از دل خاک سیستان مردی برخیزد که دوباره از ایران بگوید. اما برخاست مردی به نام یعقوب و او نه تنها برخاست بلکه شمشیر کشید و جنگید و فریاد زد ایران باید برگردد. درباره تولدش روایت‌های گوناگونی وجود دارد، اما بیشتر منابع میگویند در قرنین یا شهر نو در منطقه سیستان چشم به جهان گشود. او از تبار مردم عادی بود. پدرش صنعتگر بود، مسگر، و همین شغل خانوادگی بعدها نام او را ساخت: صفاری. خانواده‌اش مانند بسیاری از ایرانیان پس از حمله اعراب به اسلام گرایش یافته بودند، اما سنت‌های ایرانی در پنهان و در دلشان زنده بود. یعقوب در جوانی عیار بود، دزدی شریف، از آنها که از ثروتمندان می‌دزدند و به فقرا می‌دهند. اما شب سرنوشت ساز فرا رسید. وارد خانه مردی ثروتمند شد. در تاریکی دستش به شیء عجیبی خورد. برق زد. نزدیکتر که رفت سنگ نمک بود. ناگهان چیزی درونش لرزید. یاد نان و نمک، یاد حلال و حرام. سکوت خانه صدای وجدان شد. صاحب خانه را بیدار کرد و گفت آمده بودم بدزدم اما پشیمان شدم. و از آن لحظه دزدی را کنار گذاشت و سرباز شد. یعقوب به سپاه سیستان پیوست. در آن دوران سیستان زیر سایه حکام ضعیف و پر از خوارج بود. مردم در ناامنی می‌زیستند، اما یعقوب در مدت کوتاهی میان سربازان محبوب شد. کاریزمایش، بیرحمیش در جنگ و عدالتش در برخورد با مردم او را به رهبر طبیعی سپاه بدل کرد. وقتی فرماندهان یکی یکی ناتوان ظاهر شدند، فرماندهی سپاه سیستان به او واگذار شد. خوارج شورشیانی افراطی بودند که منطقه را ناامن کرده بودند. یعقوب آنها را یکی یکی در هم کوبید. سیستان امن شد و مردم جان گرفتند و اینجا بود که او به چیزی فراتر فکر کرد: احیای ایران. یعقوب ابتدا به خراسان لشکر کشید، اما در اولین نبرد شکست خورد. اما برگشت، دوباره جنگید و این بار پیروز شد. سپس کرمان، فارس، شیراز تا هرات، پوشنگ و حتی نیشابور. هر شهری را که فتح می‌کرد، ثبات، امنیت و عدالت می‌آورد. او پادشاهی نمی‌خواست، بلکه هویت می‌خواست، ایران را می‌خواست. اما بزرگترین اقدام یعقوب نه نظامی بلکه فرهنگی بود. 200 سال بود که عربی زبان رسمی بود. مدارس به عربی تدریس می‌کردند، کاتبان به عربی می‌نوشتند
و زبان فارسی میانه یا همان پهلوی کنار گذاشته شده بود. وقتی شاعران در ستایش پادشاه تازه بر تخت نشسته شعری سرودند و برایش خواندند، چون به زبان عربی بود، در همان پایان مصرع اول یعقوب لیث صفاری مهمترین جمله تاریخ ایران را گفت. او گفت: به زبانی که من نمیدانم برای من شعر نخوانید. و این لحظه زایش زبان فارسی بود. یعقوب برخلاف جریان ایستاد. نوروز را زنده کرد، یلدا را، چهارشنبه سوری را و فرمان داد ما ایرانی هستیم و به ایرانی بودنمان افتخار می‌کنیم. خودش را از تبار جمشید و شاهان ساسانی خواند و سلسله‌ای بنا نهاد به نام صفاریان. اگه تا اینجا مجذوب زندگی این مرد شدی، به این فکر کن که چطور یک نفر از دل خاک بدون سرمایه و خاندان توانست یک کشور را بیدار کند. این داستان‌ها نباید فراموش بشن. پس همین حالا کانال رو سابسکرایب کن تا این تاریخ ادامه پیدا کنه. خلیفه بغداد یعقوب را نادیده گرفت، هدایای او را پذیرفت، اما ارزشی برایش قائل نشد و این یعنی جنگ. یعقوب گفت اگر خلیفه مرا به رسمیت نشناسد من تا بغداد می روم. از سیستان تا خوزستان لشکر کشید، وارد اهواز شد، اما آنجا دشمن قدیمی انتظارش را می کشید. رهبر خوارج سابق که حالا متحد خلیفه شده بود. جنگ آغاز شد. در ابتدا یعقوب پیروز بود، اما بیماری، خیانت و تفرقه او را متوقف کرد. در شهر جندی شاپور بستری شد، در حالی که در تب میسوخت، ولی هنوز با فرماندهانش جلسه میگذاشت. میگفت باید خلیفه را شکست دهیم، باید ایران را کامل کنیم، اما دیگر بدنش یاری نمیکرد. او مرد، اما نامش زنده ماند. برادرش عمرولیث صفاری جانشین او شد، مردی شجاع اما نه در حد یعقوب. با خلیفه بیعت کرد، اما نتوانست میراث برادر را حفظ کند. در نبردی با امیر سامانی شکست خورد، اسیر شد و در بغداد سرش را زدند. سلسله صفاریان سقوط کرد، اما یاد یعقوب آغازگر بیداری ایران شد. اگه از یعقوب لیث خبری نبود، الان شاید ما به جای فارسی عربی صحبت می‌کردیم. اگه یعقوب بزرگمردی از دل سیستان نبود، شاید امروز نه نوروز داشتیم، نه یلدا، نه زبانی به نام فارسی. شاید هم هنوز ایران در سایه خلیفه های بغداد بود.